خواهری از روزه های نفلی در غیر رمضان پرسیدن که کدام روزه ها سنت است که روزه گرفته شود. خواهر محترم، بعد از رمضان اول 6 شوال که بعد از عید فطر اگر متصل می توانید بگیرید، یا اینکه در خلال ماه شوال هر وقتی که برابر کردید گرفتید، اجر بسیار زیادی داره. و همچنان روزی عرفه که در ماه ذوالحجه برابر میشه، و همچنان روزی دی محرم که عاشورا میگن، دی محرم، و دی محرم باید یک روز قبل یا اینکه یک روز بعد همراهش روزه بگیری، یا نهم و دهم بگیری یا دهم و یازدهم، تا اینکه مخالفتی یهود شود در این روز. و همچنان در هر ماه روزی 13، 14، 15 این روزه هایی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزه از اینها ترغیب دادن. و همچنان به روزی دوشنبه و پنجشنبه در هر هفته. و همچنان اگر کسی توانایی داره و بیشتر قدرت داره، یک روز روزه میگیره و یک روزی دیگه میخوره، و این رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه داوود علیه السلام معرفی کرده که بهترین روزه. و همچنان در ماه شعبان اگر کسی توانایی داره از ابتدای شعبان روزه بگیره، بیشترین ایام شعبانه. البته اگر از ابتدا نگرفت، بعد از روز 15 به بعد روزه نگیرد. و همچنان قبل از رمضان یک روز 2 روز قبل از او روزه اجتناب کنه، و خصوص که وقتی که روزه عادتی نداشته باشه یا اینکه روزهای فرضی و غیره. پس این ایامی است که روزه گرفتن در این روزه ها سنت است. کسی اگر توان داره و تلاش کنه از این روزه ها مستفید شود.